کاکائو خور یا بستان زمستونی بود. 27 یک کیلویی. انواع نودل هست. نودل بازا فکر کنم زیاده. 6 تا از این نون لواسه توش داره. اینجا انواع مربا هست. مثلا مربا داره 90 تاییشو 90 تا توش داره میده 27 کرون. اینم ورودی فروشگاه اکسترا. قیمت بنزین هم اینجا بخوام بهتون بگم یه روز دیگه تو اسلو امروز اومدیم که بریم یه فروشگاه به اسم اکسترا. evet. پاشاها از این فروشگاه ها زیاده، یعنی خب برنده و مارک‌های مختلف هم ما که سعی کردیم از نزدیک‌تریناشو انتخاب کنیم و این با اتوبوس اومدیم 4 تا ایستگاه پایین‌تر بریم ببینیم. اینجا شاید بشه یکم مقایسه قیمتی رو خودتون انجام بدید. من از قیمت‌ها یکم میتونم فیلم بگیرم اینجا، شما مقایسه کنید با کشوری که برید زندگی می‌کنید. آقا همین بعد ورودمون اول سیفیجات و سبزیجات بودش. اینجا یکم می‌خوام فیلم بگیرم براتون. مثلا انبر رو کیلویی میده 50 تا. اینا فکر کنم پیاز باشن، نه؟ پیاز بنفشه. کیلویی 42 25 کرون. کلم داره اینجا. اینا هم قیمت دونه ایشو نوشته، هم قیمت کیلوشو نوشته. 19 و 90 کرون دونه ای. بخوام بهتون بگم که کرون چقدره، کرون به لیر بخوام بگم الان کرون به لیر میشه ضرب در 3 بعد کنه. مثلا اگه یه چیزی هست 30 میشه 90 لیر. حالا به تومن مثلا شاید بشه 6 برابر یا 5.5 برابر. اینجا مثلا قیمت سس‌ها ببینید دونه‌ای 41 و 90 55 تا داره سس، 26 تاست. این سس فرانسویه فکر کنم. 31 30 تا این قیمت سساشه. سسای کچاپ پایین چیده که 28 تاست، 27 تا. سس خردل 21. سسا توی این قیمت 20 تا 30. این بالا ادویجاتشه. ادویجات رو دارم میبینم که دونه ای هست 42 42 22 36 24 دیگه بین رنج بیشترش، ولی 42 بین ما بگیم 30 تا 40 ادویجاتشه. سایزش هم که میبینید دیگه یه سایز خیلی بزرگی نیست. بعد یه سری بیسکویت و کوکی و اینطور چیزا داره. مثلا اینو 90 تاییشو 90 تا توش داره میده 27 کرون. 49 تا. اینا خب متفاوته دیگه با توجه به کیفیت و برندش و کارخونه‌ش و اینا قیمتش متفاوته. ده تا داره مثلا این 10 کرون اینا. من خیلیشون از اینا اهل این توجه هستم واقعا نمیدونم چی به چیه، ولی خب قیمتاش مثلا از 10 تا داره چیز کوچیکش تا 40 50 تا داره توی این تنقلات بیسکویت و اینا. اینجا انواع مربا هست. مثلا مربا داره 42 لیر، ببخشید 42 کرون، 44 مربا هم بین 30 تا 40. مربا توت فرنگی، مربای مختلف پرتقال و اینا. بعد پایین مرباها اینم یه نوع مرباست فکر کنم. آره دیگه 44 لیر. سایزاش رو دیگه دستتون دیگه این چند گرمیه. 500 گرمی نیم کیلویه. اینا تون ماهیه فکر میکنم، نه؟ آره دیگه. مثلا یک تون ماهی 110 گرمی رو میده چقدر؟ میده 20 کرون. 20 کرونی داره، 19 کرونی داره. این یه مدل دیگه. نه این ببخشید تون ماهی نیست. این یه چیز دیگه است. خیلیش واقعا نمیدونم چیه بچه‌ها، همش هم روش نروژی نوشته، متوجه نمیشه. سعی می‌کنم اونایی که متوجه. اینجا آبلیوا رو بهتون بگم. آها ببین آبلیوا مثلا داره بهش میگن 2 لیتری باشه. این 36 لیر، 32 لیر، این 39 لیر، 30 لیر. اوکی هم تو جمع 30 35 ایناست آبلیواش. کمپوت آناناس داره اینجا از اینا توش 3 تا قوطی داره میده 32 لیر. ای بابا چرا میگم لیر؟ هی 32 کرون. یا این مثلا حلقه ایه، این تیکه تیکه است، این حلقه ایه. اینو میده همون قیمته 5 6 کرون گرونتر. کمپوت اینطوریشو داره 38 لیر.
این فروشگاه خیلی فروشگاه بزرگی نیست، یعنی بخوام اینجا تهشه یا سرشه، این ورم تهشه، خیلی چیز بزرگی نیست اینجا، ولی از این فروشگاه بزرگتر خیلی از این بزرگتر است. ولی خوبه این چیزی هم قیمت دستمون بیاد برای ما همینجا کافیه. این شیشه زیتون کوچیک اینجا بدون هسته‌شو میده مثلا 40 کرون، 120 لیر. اینجا انواع نودلاست، نودل بازا فکر کنم زیاد، یعنی از 12 کرون نودل داره تا 19 کرون، 25 کرون، 25 26 کرون. انواع نودل اینا دیگه مارکای مختلفه. چیپس احتمالاً جلوتر هم باشه، ولی اینجا یه نوع چیپس چیز هست از اینا، چی بهش میگه، 28 کرون. بعد اینجا چشم به این چیز خورد 8 تا از 6 تا از این نون لواشه توش داره 30 کرون. از این نونای وراق توی همون نونش اشتباهی از اینا نونای خیلی با بکاریه. 10 تا توش داره میده 22 لیتر. ماکارونی، خب ماکارونی داره اینجا مثلا 27 تا 1 کیلویش. این ماکارونی فقط تو ترکیه هم اگه اشتباه نکنم این 29 کرونه، 24 کرون و 28 تا. اینجا برای لازانیاس 41. ببینید قیمت سمت راستی ها، اون قیمت سمت چپ قیمت 1 کیلوشه. اینجا هم که خب با سیب زمینی آماده، نمیدونم میگو آماده، ماهی آماده، همیشه یخ زده و بسته بندی شده داره که از 50 تا مثلا اینا هست 50 تا، اینا هست 36 تا، اینا چی هست من حالا دیگه نمیشه. اوکی اینجا کروسان مثلا که داره 53 تا، 10 تا توش نوشته داره. بعد اینا خیلی تنوع زده واقعا. اینجا رو بذارم فقط کم زوم کنم شما ببینید. لیمو سبز اینجا هست، این دقیقاً لیمو سبزی که توی ایران هست کوچیک‌تر بودش، اینجا همون لیموه ولی کیلویش 64 کرونه، ولی بزرگتره ولی طعمش همونه. این کاهو هستن 19 تا، این کاهوهای دیگه هستن 26 تا. فلفل دلمه قرمز هست 59 کرون، لیموی زرد هست 39 کرون. این کاهوهایی که کاهو ایرانی بهش میگیم 32 کرونه. اینجا انواع کالباسا هست 24 کرون، 43 کرون، 27 تا، 35 تا، 29 تا، 23 تا، 20 تا. واو به نظرم قیمت ها همه چی واقعا بالاست و واقعا اینجا درآمد خوب باید داشته باشی. آقا تخم مرغ 18 تاییش میده 65 قروش، 65 قروش میگم 65 کرون. اینجا چیه؟ اینجا مثلا گوشت داره چقدر میده؟ 118 تا، 111 تا. حالا نوشته روش که چه نوع گوشتیه ولی نمیدونم نمیدونم دیگه. گوشت خوک ولی عکس خوک کشیده بکنم. ببین اینجا رب مدل مختلف، این رب پاکتیه رو داره. خب 390 گرم توشه، قیمتش 10 کرونه. ولی اینجا یه رب کوچولوتر داره. این چند گرمه؟ کجاش نصف اون فکر کنم دیگه، ولی این 180 گرمه 22 کرونه. این هم که حالا ما داریم 6 کرون 10 کرون این رو. آقا سس پستو 30 تا. بعد این که دیگه سس بادوم و ایناست، بادوم با یه نوع سبزی 22 تا. تو این یخچالی که بهتون نشون دادم پیتزا و اینا داشتش. اینجا خیلی چیزای مختلف داره، حالا توست، پیتزا، نمیدونم همه چی آماده خیلی داره، ولی خب قیمتش هم کم نیستن دیگه، بالای 50 کرون و 50 کرون به بالا در واقع. میگم فروشگاه بس که شلوغ بود واقعا راحت نمیشد صحبت کرد. بعد ملت هم می‌خواستن خرید کنن از این طبقات چیزی بردارن، من واقعا مزاحمشون بودم و قشنگ نبود خیلی، برای همون خیلی سرسری و هول قیمتا نشون میدادم و اینکه با دقت نبود که مثلا بخوام یه سبد بردارم بگم اگه با 100 یورو با یا مثلا با 50 یورو چقدر میتونم خرید کنم و اینا نمیشد از این کارا کردش، چون فروشگاه واقعا کوچیکی بود. اگه فروشگاه بزرگتری رفتم حتما براتون قیمت میذارم. ما هم که اینطوری گفتیم دست خرون نیایم بیرون، من یه قهوه از رو شکلش دیگه میگم مثلا گفتم که تلخ باشه و نسبتا خوبه، از این برداشتم. روشن هم یه دونه چیز برداشت، بلوبری برداشت. بلوبری آره. شاهان که اون چی بودش کم گرفتش، یه دونه از اینا آب میوه موز برداشت. که من صحبت کردم فهمیدم اینجا حقوقات توی نروژ بالاه، یعنی اگر شهر گرونیه، اگه کشور گرونیه حقوقشون هم زیاده. حتی
اگه بخوای نسبت به درآمد آلمان و مخارج آلمان حساب کنی باز اینا بهترن، یعنی نسبت باز به آلمان و فرانسه و کشور دیگه، اینجوری که من فهمیدم متوجه شدم. با اینکه تو فصل سرما اومدیم، تو ژانویه اومدیم و خب یکی از ماه‌های سرد اسلو و نروژه، ولی میبینید هوا رو دیگه. ببین مثلا برف اومد اینجا 30-40 سانت برف اومد، ولی الان خیابونا رو ببین اصلا دیگه چیزی نمونده تا خشک بشه دیگه. البته بماند که اینجا خب دارن تونتون به خیابونا میرسن، ولی پیاده‌رو که باید با دقت‌تر راه رفت چون که یکم یخ بندون هست. ولی خب انقدر از این شنسنگای نمکی ریختن که بازم جلوگیری میکنه. یه چیز باحال دیگه که من دیدم اینجا اینه که به کفشاشو زنجیر چرخ می‌بندن، یعنی از این چیزای میخدار. خیلی باحال بود. حالا یه چیز خیلی طبیعیه ها، مثلا برای من چون تا حالا ندیده بودم باحال بود. من فکر کنم کفشای مناسب بپوشید کافیه، ولی نه، یه سری چیزا هستن که خیلی تو شهر تو عادی تو شهر میپوشن. بعد اصلا یه سری هاش بودن که اصلا زنجیر بود، یعنی طرف زنجیر داره پاش بسته. اون دیدم اون دیگه واقعا زنجیر چرخه دیگه. اینجا که از این خب مغازه فروشگاه نیست، یه مغازه است که از این چیزاست دیگه. توی پمپ بنزینا یه دونه چیزم همیشه هست، یه مارکت هم هست که توشون یه سری لوازم خوراکی دم دستی و سری ساندویچ آماده و اینا داره توش داخلش. قهوه نمیخوای؟ I want this. نه. آقا یه دونه روشان از اینا گرفت، کوکوسپو که شیرینی محبوب همین کشور اسکاندیناویه، میخوایم امتحانش کنیم ببینیم چی توش داره. یه دونه هم چیز دیگه گرفتم که الان میاد دیگه، رفت برام فکر کنم یه حرارتی بهش بده. و این شیرینی منه، انتخاب منه در واقع. من یاد بستنی زمستونی افتادم. آره روشن یه شیرینی شبیه بستنی زمستونیه. وای. ولی پرسیدیم، ولی کلا چیز باحالی چون که شیرینی همینجاست دیگه. آره. برم سراغش ببینم چیه توش. خدای خوشمزه است. گاز بزن ببین چطوره. کاکائو خور یا بستنی زمستونی بود. آره چه ذوقی کردی. سورپرایز شد روشان. آخه یه چیز دیگه نوشته. آره ما تو اینترنت سرچ کردیم قبل که بخوام بگیریم یه چیز دیگه نوشته. روشان به خدا الان حال دنیا بهترین مثلا لحظه مسافرت چه فکر کنم. ولی منم با کلا خیلی حال کردم. من بستنی زمستونی خیلی دوست دارم چون بخاطر کاکائو من خیلی حال نمی‌کنم. بچه‌ها قیمتی هم بخواد بگم، این که من خوردم 45 کرون بود، اون که روشان برداشت چند کرون بود؟ 35 کرون. دو تامون هم از سفارشمون راضیم. اینجا هم مثل ایران خب اینترنت راحت ترین چیزی که میتونی به دست بیاری، یعنی هر فروشگاهی که بری، هر کافه‌ای که بری، هر جای شهر که باشی اینترنتت میتونی بری اینترنت چیز بگیری بدون هیچ مبلغی بس بهتره اونجا. دیگه مثل ایران نداشت نه؟ قیمت بنزین هم اینجا بخوام بهتون بگم، دیزل و بنزین قیمتش دوتاش مثل همه در حال حاضر 20 کرون و 16 تا بیرون تاشن کروشه چیه. اما ما این ویدیو رو همیشه ببندیم ان شاءالله. باز هستیم فعلا اسلو، شهرهای دیگه هم می‌خوایم بریم براتون ویدیو میگیریم. یکم گپ زدیم، صحبت کردیم، سعی کردیم یک کوچولو بهتون قیمتا رو بگیم. باز تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. خداحافظ. بای بای.